اگه تو هم از اون دست افرادی هستی که شبا تا دیر وقت کار میکنی و با خودت فکر میکنی هر طور شده باید کارت رو تموم کنی، باید بدونی بزرگترین اشتباه زندگی خودت رو میکنی و با این کار به خودت صدمه میزنی. میخوای بدونی چرا؟ با من همراه باش. تصور کن مغزت یک خاک حاصلخیز است. خواب عمیق بارانی است که میبارد و به ایده ها اجازه رشد میدهد. وقتی از خواب میزنی، جلوی این باران حیاتی رو میگیری. در خواب عمیق مغز مشغول مهمترین وظایفشه: نظافت و سازماندهی. خاطرات و آموخته‌های روز از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل میشن. این یعنی یادگیری واقعی. اما داستان فقط یادگیری نیست، داستان پاکسازی است. سیستم گلیماتیک در خواب فعال میشه و مواد سمی مغز رو میشوره. کمبود خواب یعنی تجمع این زباله ها. نتیجه: محافکنی ذهنی و آسیب بلند مدت.